بگوی جمله را به انگلیسی. از عهده این کار برمیآیم. چطور میگن؟ 3 ثانیه برایتان فکر کنین. بسیار عالی. عزیزان دل تلاشتان عالی بود. بین که بریم بخیر با هم جمله را به انگلیسی ترجمه کنیم. عزیزان دل خیلی ساده از زمان حال ساده استفاده میکنم همراه با مودال auxiliary verb can. میگم که we can یعنی ما میتوانیم. we can pull it. we can pull it off. we can pull it off یعنی از عهده این کار برمیاییم. عزیزان دل pull off یک فریزال ورب سپریبل است که جدا شده. we can pull it off یعنی از عهده این کار برمیآییم. pull off معنی از عهده چیزی برآمدن. خوب عزیزان دل اینو شما بگین که جواب شما چی بود. ما چون فراموش نکنید اگر دنبال صنف‌های آنلاین زبان انگلیسی از 0 تا 100 همراه خودم فرزاد نبی‌زاده هستین و میخواین قابلیت تبدیل کردن جملات مختلف در انگلیسی پیدا کنین، اسپیکینگ تان رو بسازین، زمانهایتان گرامرهایتان رو بسازین، پس حتما به خاطر صنف‌های خصوصی و انفرادی خاص در همین شماره واتساپ پایین که شماره خودم از برام پیام بگذارید. Thank you for watching guys. Bye bye.